پس چرا در راه خداوند برای نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ همانهایی که همواره می گویند پروردگارا ما را از دیار ستمکاران خارج کن و از سوی خودت برای ما یاور و سرپرستی برگزین. آنها که حقایق را باور دارند در راه خدا می جنگند، اما آنها که کفر و ناسپاسی وجودشان را گرفته در راه طاغوت و تعلقات واهی پیکار می کنند. پس بجنگید با هواداران شیطان، بدانید که نیرنگ شیطان ضعیف است. آیا ندیدی کسانی را که با آنها گفته شد فعلا اندیشه جنگ نکنید، بروید نمازتان را بگذارید و زکاتتان را بپردازید، اما آنگاه که فرمان جنگ داده شد جمعی از آنان چنان از مردم میترسیدند که گویی از خدا میترسند و حتی بیشتر و وحشت زده گفتند پروردگارا چرا اکنون جنگ را بر ما واجب کرده ای؟ چرا آن را اندک زمانی به تأخیر نینداختی؟ ای پیامبر به آنها بگو ارزش زندگی دنیا اندک است و زندگی جاوید برای آن که حرمت فرمان خدا را نگاه دارد بهتر است. و بدانید حتی به قدر رشته باری که موجود در شکاف هسته خرما به شما ستم نمی شود. هر جا که باشید مرگ شما را در آغوش خواهد گرفت، اگرچه در برج‌های بلند و محکم باشید. چنانچه خیر و خوبی به آنها رسد میگویند این از جانب خداوند است، و چنانچه بدی و شری دامنگیرشان شود میگویند این از جانب توست ای پیامبر. بگو همه از جانب خداست. چه بر سر این قوم آمده که هیچ سخنی را نمیفهمند؟ اما تو ای پیامبر هر خیری که به تو رسد از جانب خداوند است، اما هر بدی که دامنگیرت شود از جانب خود توست. ما تو را به عنوان پیامبر برای مردم فرستادیم و گواهی خدا در این باره کافی است.